ساعت اذان، دقیقاً این مثلثی که 3 تا زمانی که برای ساعت اذان مشخص کردن، ساعتاییه که سطح انرژی زمین تو بالاترین حالت ممکنه، بین مثلا 4 تا در واقع 5 و نیم ما بیدار میشیم، مدیتیشن میکنیم، سعی میکنیم به اون آرامش برسیم. تمام چیزهایی که ما زندگیش میکنیم فرستاده میشه به مغز. این مغز ریشه داره توی کائنات و مثل یک فرستنده و گیرنده عمل میکنه. حالا برای اینکه من بتونم اون ارتباط رو برقرار کنم نیاز به ایمان دارم، باید ایمان داشته باشم. ببین ما قطع به یقین خالق داریم. من اگه این لیوان رو خودم درستش کرده باشم بذارمش اینجا یا این میزو، خالق این میز هستم. حالا اینا همش وجود داره، فقط چون به شکلای بدی شاید جا افتاده یه سری آدما ایمانشون رو از دست دادن، یه سری آدما ایگنورش میکنن، یه سری آدما میرن دراگ میزنن، اصلا تو این دنیا نباشن. شده اینجوری. من خالق هوشمندی دارم که من رو مشاهده میکنم. حالا من دارم چیکار میکنم؟ پس که ما رو درست کرده کاملا داره تو رو مشاهده میکنه.